رادیوی مهاجر خبرهای آخرین از حیات مهاجران. رادیوی مهاجر بخش مستقیم برنامه‌های فراغتی. رادیوی مهاجر اطلاعات دقیق، مصاحبه و تحلیل. رادیوی مهاجر تلفن برای تماس 8965 151 0410. رادیوی مهاجر بگذار تا بگویم. رادیوی مهاجر ما را میشنوند. رادیوی مهاجر بگذار تا بگویم. سلام و پیام بی‌منتها شنوندگان ارجمند. بخش مستقیم برنامه تاریخ گواه است. مرتب و راوی مطلوبه سلیمزاده. برنامه مستقیم تاریخ گواه است به 90 سالگی و فعالیت یکی از شاعران خلق تاجیک و ترجمان غفور میرزا بخشیده شده است. تاجیک من، افتخارم از گذشته با دم شمشیر نیست. افتخارم تاختن نه، سوختن نه، غارت و تسخیر نیست. 3 جهازم بود از روزی ازل در روزگار، 3 سلاح زندگانی، خامه و نای و سپار. شاعران تاجیک، این متفکران خلقیت‌های گوناگونی که در آسیای میانه زیستند و به زبان تاجیکی و یا فارسی سخن‌های ادبیاتی را به شکل نظم نوشته‌اند. تا به امروز زیاده از 10 شاعران پیر و جوان و کلاسیکی تاریخی از مردم تاجیک معلومند و در بین آنها همچون اختر، ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، سعدی شیرازی، عمر خیام، حافظ شیرازی، جلال الدین رومی، ابو علی سینا، میرزا ترسونزاده، لایق شیرعلی و دیگران را نامبر کردن ممکن است که شهرت آنها در تمام دنیا معلوم و معروف گشته است. طوری که معمول است استعداد شاعران در دوره امنیت و آزادی اوج و ترقیات نموده مقام زبان نثر و نظم به قله‌های بلند میرسد. از گفته ها قید کردنیم که در زمان حکمرانی شاهیگری سامانی ها که یکی از دوره های دولتداری آسوده تاریخی تاجیکان بود و شرایط خوب در آن زمان برای شاعران تاجیک در آماده سازی شعر و حکایه، سرنوشت، نظم و نثر، داستان و دیگر محصولات های ادبیاتی بود که آنها توانستند سهمگذار شوند برای نسل آینده در باقی گذاشتن علمی برجسته و با این وسیله مقام زبان و منزلت تاجیکان را در عرصه جهانی بردارند. با سبب در عصرهای پیش که طول 1000 ساله قریب دیگر باره تاجیکان دولت خود را در آسیای میانه نداشتند، نتوانستند زبان تاجیکی را در سطح دولت و عموما آزادانه استفاده برند. پس سبب گردید که شاعران نیز طول این سالهای دراز به نوشتن محصولات‌های نظمی و نثری در زبان تاجیکی مشغول شوند. در این زمان فقط شعر و دیگر ادبیات‌های تاجیکی فقط در دیه و مکان‌های کم اهالی بین مردم استفاده می‌شد و اساساً شعرهای کوچک و یا ضرب المثل‌های خلقی ایجاد می‌شدند. تنهایی از ایجادیات شاعر غفور میرزا. ز قبض دل، ز قبض بی امان دل، ز قبض روح و جان گاه به بیرون میزنم خود را. چو از آتش گرفته کلبه پردود، ز تنهایی به بیرون میزنم خود را. با امیدی که در جوف جماعت افکنم خود را، که تنهایی پیم را گم کند آخر، که در تعقیب من رهگم زند آخر. به بیرون می جهم تا روی خوش بینم، با امید نوازش ها و تبریک ها و تحسین ها، با امیدی که در دست یگان بیکینه و کس دم حلاوت می برد دستم
با امیدی که می افتند چشمانی به چشمانم حلاوت می کند جانم، ولی هیهات یا کورم نمی بینم و یا در بندی بی بنیاد تلقینم که در جوف جماعت غمگساری را نمی یابم، نگاهی دوستداری را نمی یابم که در بیرون میان دسته یاران جان پرور همی بینم خودم را باز تنهاتر. ز قبض بی امانی دل به خانه باز می گردم، چو پا در کنده و زولانه در گردن به خانه باز می گردم. به نزد میز می آیم، به پیش سطرهای تلخ و تند و تیز می آیم. به ناگاه می رود بیرونم از خاطر، کم و افزونم از خاطر، دلی محزونم از خاطر. به ناگاه خانه دنیا می شود در 4 دیوارم که در آن هر چی را بیرونه ها دارند من دارم. هزاران دوست پیدا می کنم، خواهی تمنا کن نخواهی بحث کن یا مشورت آرا و صحبت کن. با این زن دست اصلاح و به حسن آن تماشا کن. من اینجا در میانه کشور در اختیار من، همه معنی و وزن و قافیه آینه داری من. من اینجا پادشاهم، من اینجا پادشاهم. جانی گپ اما در آن دادر که در دنیا کسی از پادشاهان نیست تنهاتر، که در دنیا کسی از پادشاهان نیست تنهاتر. غفور میرزا سال 1949 فاکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری دوشنبه را ختم و چند معلمی کرده است. مدت کارمند ماهنامه شرق سرخ بوده است. سال 1956 کورس عالی ادبیات را در مسکو به پایان رسانیده سالهای طولانی کاتب مسئول کمیته جمهوری محافظان صلح بوده است. اثرهایش از سالهای 40 عصر ماضی چاپ شدند. مؤلف مجموعه های اشعاری از صمیم دل، هزار رحمت، دل در کف دست، از گهواره تا میدان، داستانهای اسرار، تاج دولت، 366 پهلو، 4 قسم در 4 قسم، نار و نور، رمان منظوم فرزند حکومت و غیره ها می باشد. برای بچگان اثرهای مرغوب نوشته است که سنگ و دوک، برچه روید از زمین، 40 دختران، گنجشکک، شیطانی بیکفش و محسی، 1 قطره آفتاب، کدام هنر بهتر است، گلهای دسته بسته و غیره ها از آن شمولند. در مطبوعات چند حکایه خوبش چاپ شده است. اوچرکهایش در بین خوانندگان معلوم و مشهورند که در مجموعه های سفر دیار دوستان، جاویدانی، مهنت مکافات است گرد آمدند. انقریب 10 مجموعه اشعارش در نشریه های با نفوذ مسکو به روسی به تب رسیدند. شعرهای الهیده‌اش به بسیار زبانها ترجمه و چاپ شدند. آثار الهیده مایاکوفسکی، نیکراسوف، پتیفی، حکمت، سورکوف، ورانکو، توردوفسکی و دیگران را به تاجیکی گردانیده است. چند مقاله که درباره مسائل رشد و کمال ادبیات و زبان تاجیکی نوشته است بیسود نبودند. شاعر خلقی تاجیکستان از سال 1952 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان است و 26 آگوست سال 2006 وفات کرد. یاد شاعر گرامی باد. برنامه تاریخ گواه است را با سرود از ایجادیات شاعر خاتمه می دهیم. خانه آباد و فیروزی شما آرزوی همیشگی ماست. شنوندگان گرامی با ما باشد. فکر میکنم با هم سرایم آن جلال بشود و همین خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده. دمیر بک مرحمت. یک جا میخونیم ترانه وطن برای وطن آبادمان. دل به غمی وطن فکر ما نکنی، کی میکنه
جان برای وطن نثار ما نکنه کی میکنه کی میکنه در بدونه کی او شریک ما نشوه کی میشود کی میشود حفظ و وفای او شیار ما نکنه کی میکنه کی میکنه دل و غمی وطن فگار ما نکنه کی میکنه کی میکنه جان برای وطن نثار ما نکنه کی میکنه کی میکنه کی میخوره بس عملی خود افتخار ما نکنه کی میکنه کی میکنه دل و غمی وطن فگار ما نکنه کی میکنه کی میکنه جان برای وطن نثار ما نکنه کی میکنه کی میکنه غمی وطن فگار ما نکنه کی میکنه کی میکنه جان برای وطن نثار ما نکنه کی میکنه کی میکنه سپاسگزاری خیش را به کل نوازنده ها و هنرمندان از